شهر استانبول مملکت ترکیه هستم که واقعا بسیار زیباست. آب و هوای خوب. من هم لباس زیبا پوشیدم. خواستم که در دولمباخشه در یکی از منطقه‌های اسب دوانی برم و تماشا کنم و بعدا سر اسب و گادی من یک دور بسیار کلان زدم. تمام شهر استانبول یا دولمباخشه را تماشا کردم که رستوران های بسیار خوب برای توریست در استانبول آماده است که آدم میتونه ماهی تازه لذیذ و خوشمزه را نوش جان کنه و بخوره. واقعا شهر استانبول برای توریست جان است، جان. از نگاه ارزانی بسیار خوب است، از نگاه امنیت بسیار خوب است و هتل‌ها از هر نگاه برای ما توریست ها ارزان است، غذا ارزان است، کلتورشان بسیار خوب است. وقتی که توریست میبینن ترک ها بسیار میمان نواز هستند، بسیار با خوشی و خنده و با یک لطف خوب رویه و رفتار میکنن صرف برای توریست. واقعا میارزه. و من هم با این لباس های خود که یک دور زدم بسیار توجه را به خود گرفتم که همگی گفتن که واو چی لباس مقبول است، از کدام مملکت هستی؟ من هم به بسیار افتخار گفتم که افغانستان، دختر کابل هستم. واقعا بسیار مرا همشان در آغوش گرفتن و لطف خوب و خوش کردن و عزت کردن و بخصوص که در یکی از رستورانت ها بر ما شیریخ یا آیسکریم بسیار مزه‌دار تحفه آوردن. پولش نگرفتن. گفت که بسیار خوش شدیم که شما آمدین از رستوران ما بازدید کردین. و مایی رستوران بسیار لذیذ و خوشمزه بود و بسیار تازه بود و بسیار به یک سلیقه خوب درست شده بود و پاک و نظم و دسیپلین و امنیت ترکیه بسیار بالاست برای توریست. واقعا پلیس متوجه توریست است که وقتی توریست داخل شهر استانبول میشه یا مملکت ترکیه میشه باید از هر نگاه امنیتش تامین باشه، امن باشه و توریست میتونه سیاحتی که در مملکت ترکیه میکنه لذت ببره.